سلام و درود به چنل تزو. خیلی خوش اومدید. لایک و کامنت و ساب مثل همیشه یادتون نره. امروز قراره بریم و با یکی آشنا بشیم که باهوشترین فرد جهانه. یعنی از همه ما آیکیوش بالاتره. آیکیو، ایکیو، بیکیو، سیکیو. واسه میکنم بریم و بیا تا آخر ویدیو همراه من باش. در اول آوریل 1898 در شهر نیویورک پسری به دنیا میاد که اسمشو میذارن ویلیام. پدر و مادر ویلیام اوکراینی بودن و در زمان امپراتوری روسیه به نیویورک مهاجرت کرده بودن. وقتی ویلیام به دنیا میاد پدر و مادرش اصلا انگلیسی بلد نبودن، اما پدرش به دلیل پسرش تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی میکنه تا بتونه ویلیام رو مهندسی بزرگ کنه. پدر ویلیام یک باور به خصوص داشت. اون میگفت هوش ژنتیکی نیست و باید هوش رو تو بچه ایجاد کرد. برای همین هر روز به این بچه چیزی یاد میداد. مثلا تو 4 ماهگی به بچه غذا نمیداد، غذا رو جلوش میذاشت به همراه یک قاشق تا ببینه چی میشه. این داستانی که الان قراره در موردش صحبت کنیم یه چیزی رو به ما اول نشون میده که واقعا هوش ژنتیکی نیست. یه سری وقتا چرا به نظرم هوش ژنتیکیه، ولی تو خیلی از اوصاف اینه که اصلا نیستش اینجوری. چرا نیست؟ چون تو این داستان ویلیام و باهوشترین فرد جهان نشون میده که اون اصلا میتونیم بگیم مثلا یه آدم عادی میتونسته باشه در زندگیش، ولی به خاطر یه پدر خوب و یه پدری که میخواسته یه پسر همچین پسری داشته باشه واقعا شده. ویلیام هنوز 1 سالش نشده بود که داشت زبان انگلیسی رو یاد میگرفت، بلکه روسی هم بلد بود. نه اینکه فقط صحبت کنه، حتی بنویسه. ویلیام خودش رو به پدرش ثابت کرد و در تلاش بود با اینکه هیچ سنی نداشت. وقتی ویلیام به 8 سالگی میرسه 8 زبان دنیا رو میتونه بنویسه. زبانهای انگلیسی، روسی، لاتین، یونانی، آلمانی، عبری، ترکی، فرانسه، ارمنی، ژرمنی. بابا دیگه چقدر آخه مگه چی؟ ما 8 سالگی فارسی هم زوری حرف میزدیم. اینم تو پرانتز بگم. ادامه. ویلیام کل دبستان رو در 1 سال طی میکنه و راهنمایی و دبیرستان رو تو 6 هفته تموم میکنه. تستای مختلف آیکیو رو از این بچه گرفتن که حداقل 250 بود. باید بدونید شخصی مثل انیشتین آیکیوش 160 بود. وقتی خبرهای این پسر به دانشگاه هاروارد میرسه، هیئت مدیره دانشگاه تصمیم میگیره تا از این بچه دعوت کنه تا اون رو به اونجا ببرن. وقتی وارد هاروارد شد، دانشجوها و استادان اون رو مسخره میکردن و باهاش رفتار خوبی نداشتن. دقیقاً همینطوره. شما در هر جای نادرستی که فکر میکنید درسته باشید مسخرتون میکنن. یعنی چی؟ یعنی همین مثالی که اینجا داریم در مورد ویلیام صحبت میکنید. ویلیام تو 6 هفته دبیرستان و هنرستان و نمیدونم اینا رو رد میکنه و تموم میکنه. آیکیوش 250 در حالی که انیشتین 160 و این نشون میده که چقدر آدم باهوشی بوده تو حساب کردن، تو حالا ریاضیدان هم بوده، نمیدونم کیهان شناس هم بوده و اینجور چیزاش حالا در ادامه قراره بهتون بگم. در بعد از سن 19 سالگی و دیدن جنگ جهانی اول و نرفتن به جنگ با دستگیری به زندان منتقل میشه. بعد از مدت‌های جنگ تموم شد، ویلیام هم آزاد میشه. گذشت و ویلیام عاشق دختر ایرلندی میشه. اون دختر به دلیل عجیب بودن ویلیام میره و دیگه علاقه برای حضور نداره، اما عکس دختره برای همیشه تو کیف ویلیام میمونه. ویلیام از موضوع اینکه همیشه ازش یه چیزی میخواستن خسته میشه و به دلیل فشارهای زیاد بهش توسط مردم اون از اونجا میره و با یه کار ساده یعنی حسابداری مشغول به کار میشه. داستان خیلی غم انگیز داره میشه، یعنی هرچی داریم میریم جلوتر غم انگیزتر میشه. یه نفر با این هوش و آیکیو حالا عاشق میشه، طرف چون میبینه این مثلا آدم عادی نیست از نظر اون دختره میره و اینو ترک میکنه. این تا ابد با فکر اون زندگی میکنه و دیگه حالا با هیچ کسی و اینا هم اوکی نمیشه. نکته جالبیش اینه که با همچین آیکیوی میره و حسابداری میکنه و یه شغل ساده رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون فشار مردم و اصلا کلا همه میمدن ازش یه چیزی میخواستن، خسته شده بوده و میره حسابداری رو انتخاب میکنه. در تابستان سال 1944 در گیرودار جنگ جهانی دوم کمتر کسی به مرگ انسان ژولیده‌ای که بر سر بیماری ذات‌الریه در مسافرخانه‌ای تو بروکلین درگذشته بود توجه نشون میداد. پس از مرگش
بسیاری از جمله پروفسورهای ریاضی در سراسر جهان معتقد بودند اگه ویلیام راه خودشو گم نمی‌کرد و درگیر مسائل ملی و سیاسی نمی‌شد، میتونست به ریاضیدانی در اندازه‌های گاوس و نیوتن تبدیل بشه. او هنگام مرگش به 40 زبان با لهجه‌های مختلف کاملاً مسلط بود. شما فکر کن داری میمیری و داری فوت میشی، همچین آیکیوی داری، همچین هوشی داری، بماند 40 تا زبان دنیا رو با لهجه‌های اونا بلدی. حالا مثلا من چند تاشو 8 تاشو بردیم تو این ویدیو، ولی شما فکر کنید 40 تا زبان رو بلد باشید. مگه چند تا کشور داریم که این بشر 40 تاشو بلد بود؟ خب گایز میرسیم به قسمت آهنگ. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. از این آهنگی که قراره بگم هم لذت ببرید. این بار اولش گفتم. آهنگ قاتل از جی جی لیتو و شاهین اشراقی. قلب من قاتلشو دوست داره، هنوزم به هم ریختم و درگیر نبودنتم. این هم از آهنگ. کل ویدیو تو 2 تا نکته خلاصه میشه. یک، هوش ژنتیکی نیست و میشه پرورشش داد. و 2، مسیرت هرچیه تو همون باش و الکی توش مثلا به هم نریز. فوکوس تو همون مسیرت باشه، مسیر درست رو برو. کل ویدیو همین بود. دمتون گرم. بدرخش و تندرست باشید. تا ویدیو بعدی. فعلا.